سلام دوستان، خوش آمدین به یک ویدیو دیگر. در این ویدیو من خواستم که شما را با یکی از دانشگاه‌های معتبر در سطح چین آشنا کنم که اسم این دانشگاه است جیلین دانشگاه یا دانشگاه جیلین که یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه در سطح چین است و من خود من فعلا در همین دانشگاه مصروف آموختن زبان چینی و آمادگی امتحان CSE هستم. در این ویدیو می‌خواستم که شما رو با محیط دانشگاه، پارک‌ها، زمین‌های ورزشی، کتابخانه، رستوران و امکاناتی که در این دانشگاه آشنا کنم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید تا با این دانشگاه بیشتر آشنایی پیدا کنید. دانشگاه جیلین که یک از دانشگاه‌های معروف در شمال چین می باشد و بیش از 75,000 دانشجو در این دانشگاه مصروف تحصیل هستند و این دانشگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی در میان دانشگاه‌های شناخته شده جهان قرار دارد و در داخل چین نیز یک از دانشگاه‌های برتر به شمار می‌رود. این دانشگاه با بیش از 300 دانشگاه و مرکز علمی در ده‌ها کشور جهان همکاری دارد و فرصت‌های زیاد علمی و پژوهشی فراهم می‌کند. در دانشگاه جیلین رشته‌های بسیار متنوعی مانند پزشکی، مهندسی، علوم، اقتصاد، مدیریت و رشته‌های دیگر تدریس می‌شود. اما چیزی که این دانشگاه را برای بسیار از دانشجویان خاص می‌سازد تنها اعتبار علمی آن نیست، بلکه محیط بسیار بزرگ، ساختمان‌های زیبا، فضای سرسبز و طبیعت آرام آن است. در ادامه این ویدیو با هم وارد بخش‌های مختلف این دانشگاه بزرگ می‌شویم و از نزدیک زندگی روزمره دانشجویان را مشاهده خواهیم کرد. دانشجویان معمولاً برای رفتن به صنف‌های درسیشان کتابخانه، زمین ورزشی و یا رستوران از بایسکل‌هایی که اینجا گذاشته استفاده می‌کنند. فضای سبز، پارک‌های کوچک و مسیرهای آرام پیاده‌روی باعث شدند که این دانشگاه تنها یک مکان برای آموزش نباشد، بلکه محیط مناسب برای زندگی و کسب تجربه‌های جدید برای دانشجویان باشد. خب دوستا، بیایید که کمی بیشتر با تاریخ و گذشته این دانشگاه آشنا شویم. دانشگاه جیلین حدود 80 سال پیش تأسیس شده بود و در طول این سالها رشد بسیار زیادی داشته است که فعلا این دانشگاه به یک از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه چین تبدیل شده است. داستان دانشگاه جیلین از سال 1996 آغاز می شود. این دانشگاه در طول نزدیک به 80 سال گذشته مسیر طولانی از رشد و پیشرفت را طی کرده است. در ابتدا این دانشگاه با تعداد محدودی از دانشجویان آغاز به کار کرد، اما امروزه به یک از بزرگترین دانشگاه‌های چین تبدیل شده است و هزاران استاد، پژوهشگر و دانشجو در آن فعالیت دارند. در طول این سالها دانشگاه جیلین همواره در زمینه آموزش، تحقیق و نوآوری پیشرفت کرده است و توانسته جایگاه مهمی در میان دانشگاه‌های چین و جهان به دست آورد. امروز دانشگاه جیلین فقط یک مرکز آموزشی نیست، بلکه یک جامعه بزرگ علمی است که دانشجویانی از کشورهای مختلف دنیا در آن کنار هم درس می‌خوانند و تجربه‌های جدیدی به دست می‌آورند.
یکی از چیزهایی که از همون روزهای اول توجه مرا جلب کرد بزرگی و زیبایی دانشگاه است. وقتی در داخل دانشگاه قدم میزنیم همیشه دانشجویانی را میبینیم که در حال رفتن به صنف‌ها و صحبت با دوستانشان هستند و یا در حال استراحت در فضای سبز. جاده‌های وسیع، درختان زیبا و فضای آرام این دانشگاه باعث شده است که اینجا فقط یک محل برای درس خواندن نباشد، بلکه یک محیط زیبا و مناسب برای زندگی دانشجویی نیز باشد. دانشجویان معمولاً بعد از فراغتشان در محیط زیبای دانشگاه عکس‌ها و فیلم‌های یادگاری می‌گیرند. دوستا یکی از چیزهایی که من در مورد این دانشگاه خیلی خوش دارم طبیعت زیبای آن است. این دانشگاه پارک‌ها و دریاچه‌های خیلی زیبایی داره که جای خیلی خوبی برای استراحت و قدم دادن بعد از درس. در فصل‌های مختلف سال به ویژه فصل بهار و فصل تابستان زیبایی‌های طبیعت این دانشگاه جلوه خاصی پیدا می‌کند. در نقاط مختلف دانشگاه گل‌های رنگارنگ، فضای سبز وسیع، درختان بلند و دریاچه‌های آرام وجود دارد که زیبایی خاصی به این محیط بخشیده است. بسیار از دانشجویان بعد از پایان صنف‌های درسیشان به این پارک‌ها و دریاچه‌ها می‌آیند تا کمی استراحت کنند، قدم بزنند یا وقت خود را با دوستانشان سپری کنند. در فصل بهار شکوفه‌ها و سرسبزی درختان منظره بسیار زیبا ایجاد می‌کنند و در تابستان اطراف دریاچه‌ها پر از زندگی و جنب و جوش است. در فصل خزان رنگ برگ‌ها فضای دانشگاه را شبیه یک تابلوی نقاشی می‌کند و حتی در زمستان برف زیبایی خاصی به این مکان می‌دهد. شاید یکی از دلایلی که زندگی در این دانشگاه را جذاب می‌سازد همین ترکیب علم و طبیعت است، جایی که دانشجویان در کنار درس خواندن می‌توانند از آرامش و زیبایی محیط نیز لذت ببرند.
صنف‌های درسی دانشگاه جیلین با امکانات خوب و محیط منظم آماده شده است. همه چیز به شکل تنظیم شده است که دانشجویان بتوانند در یک فضای مناسب درس بخوانند. استادان با تجربه و مسئولیت پذیر هستند و تلاش می کنند تا درس‌ها را با بهترین شکل به دانشجویان بیاموزند. همچنین در این دانشگاه دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف دنیا حضور دارند که باعث شده یک محیط چند فرهنگی و متنوع به وجود بیاید. بریم سر بزنیم به کتابخانه دانشگاه جیلین که کتابخانه واقعا بزرگ و فوق‌العاده ایه. قسمی که میبینیم اینجا در ورودی کتابخانه دانشگاه. بریم با هم ببینیم که خب با هم سمت داخل کتابخانه دانشگاه بریم. قسمی که میبینید هر دو سمت پله با گل‌های سرخ تزیین شده که زیبایی خاصی بخشیده و در قسمت به چینی نوشته است توشو گوان یعنی کتابخانه. دوستا داخل کتابخانه فضای واقعا زیبا و دیدنی است. خب بریم سمت قسمت‌های یا طبقه‌های بالاتر کتابخانه. کتابخانه دانشگاه جیلین یک فضای آرام و مناسب برای مطالعه است. دانشجوها اینجا برای درس خواندن و تحقیق و آماده شدن برای امتحان وقت می‌گذرانند. در اینجا منابع مختلف علمی وجود دارد و محیطش طوری است که دانشجویان می‌توانند با تمرکز کامل درس بخوانند. این بخش یک از مهمترین قسمت‌های زندگی دانشجویی در دانشگاه است. این هم ویدیوی دیدنی از طبقات بالاتر کتابخانه. دوستا در این قسمت با هم دیگر رستوران و فروشگاه هایی که در دانشگاه جیلین موجوده با هم دیدن کنیم. در فروشگاه دانشگاه تقریبا چیزهایی که یک دانشجو لازم داره موجود است. خب دوستا آمدیم به رستوران دانشگاه جیلین. این رستوران واقعا بزرگه و در سه طبق است که در این رستوران هر نوع غذای چینی، غذاهای روسری، غذاهای هندی و غذاهای افغانستان استفاده می‌کنند. در این رستوران جا میشه. در داخل دانشگاه جیلین رستوران ها و کافه های زیادی وجود دارد که این ویدیو فقط
میتونم که رستوران ها رو برای شما نشان بدم انشاءالله. وقت بود در ویدیوهای بعدی میتونیم کافه ها رو برای شما نشان بدم. معمولا اکثر دانشجویان به این رستوران میان به خاطری که هر نوع غذایی که خواسته باشن در این رستوران یافت می شود. و قیمت های غذا در این رستوران نسبت به بیرون مناسب تر است. و در قسمت نوشیدنی ها هم هر نوع نوشیدنی که دوست داشته باشید در این رستوران یافت میشه و قیمتش هم نسبت به بیرون رستوران ارزان‌تر و مناسب تر است. دوستان، زندگی دانشجویی فقط درس خواندن نیست. در اینجا امکانات ورزشی خوبی هم وجود دارد و دانشجویان بعد از صنف‌ها می توانند ورزش کنند و وقت‌های خوبی را سپری کنند. هوا بارانی شد و ما کم کم برام سمت خوابگاه. دوستان، این بود از ویدیو امروز ما از دانشگاه جیلین. امیدوارم که از دیدن این دانشگاه زیبا لذت کافی رو برده باشید و اگر از ویدیو خوشتان آمد کانال چینل اسمال را سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری یا پیشنهادی دارید میتونید در قسمت کامنت ها شریک سازید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.